یک چند روز پیش یک راه همه گذاشتم. یک راه همه گذاشتم. همین را بگذارین. البته اگر که برای ما بگن که شما آلمان با تاجیکستان قیاس نکنیم، من میگم هر کسی میگه ابله هست. برای ما اون رسورس داریم که بتونیم قوه برق بگیریم، شمال داریم که بتونیم از همون اگریگات های بادی بسازیم، آفتاب داریم که بتونیم از همین بطری های آفتابی بمونیم. اگر مسئولیت داریم برای همین ملت قوه برق بتیم. درست. این منظره ای که شما میبینید، راستی من وقتی به پیشش میگذشتم با ماشین نظرم افتاد برای همین و ایستاد کردم و یک خانه خوب آهنی است. این یک اصلا مثل عربه است، ماشینای کلانی را میبرن، بار میکنن در خفاشان هر کجا میبرن. و این میدونید چی است؟ این خانه مرغ است. میفهمین؟ خانه این همین مرغا است دوستای عزیز. و من نظر کردم بالای همیده از همون بطریای آفتابی مونده شده است. با خودم سوال کردم خدایا، ما انسان، ما ملت، ما فرهنگ میگیم، ما تمدن میگیم، ما در فصل زمستان در خانه های خودمون که ما را انسان، مخلوق انسان خداوند ما را خلق کرده است، قوه برق نداریم. ببین که یک آلمانی برای مرغش مبلغ صرف کرده است، از همون بطری های آفتابی مانده است و بگاه، من مخصوص و بگاه هم حرکت کردم، نگاه کردم خانه مرغ روشن است. یک کمی روشنی بلند نیست، لامپه های همون کمی خیره ماندگی هستند، کمی روشنی میکنن. چون بگاه میشوه وقتی مرغ باید خانهش بدروه پیش پاش ببینه. اینقدر خجالت زده شدم، اینقدر تحقیر در حق خودم شنیدم که ما همچون یک انسان در یک وطن زندگی میکنیم که تمام این امکانیت ها را داریم. اگریگات راغون، قیراقم، سیراقم، ایراقم، قوروبلاقم، نارک، آرک، کارک، بارک و تارک و سارک، 1,000,000 اگریگات داریم. از حکومت طالب سرکرده تا حکومت قرقیز و ازبک قوه برق میتیم. ولی ما همچون یک ملت برای خودمون قوه برق نداریم. اینقدر تحقیر شدم در حق خودم. یک خیال کردم، فکر کردم که یک نفر یا کمی مرغا در روپروی من ایستادن، مرا میخندن، در روی من میخندن که شما انسان ها سوید ندارین، ما مرغ قوه برق داریم. ببینین برای اثبات این مرغ است، این خانه این بلون است. این میبینن یک مدت اینجاها سیر میزنن، میچرن، دان میچرن، غذا میگیرن، یک ماه شاید یک نیم میستن. و چون در آلمان هم خواجگیداری هم یکی از بخش‌های کشور است، خیلی فعال است، میره با یک زمین دیگه داره در گوشه دیگه، اونجا با میره علف میخره و کرم و مار و کژ هر چی که میوه میخره و صاحبش هم این عجیب اینجا پایه داره. یعنی مرغا از اینجا میرن در این بالا خو میرن، اینجا روشن است. میفهمین؟ این اگر نظر کنی یک چیزی عادی است واقعا. خب یک خونه سالش بطری و هیچ خیر است، ولی داخلش منطقاً داخل میشه، عقلاً فکر میکنی خدایا برای مرغی مردک خوب زحمت کشیده است، قوه برق داده است، برای ما انسان ها که بهشت میگیم یک نفر 30 سال شد میلیسن و میشورن و میخرن و میفوچن و نوازشش میکنن، پدرش میگن نمیدونم مادراشون آوردن شوهر دادن، در پیشش میرقصیم، بازی میکنیم، میگن تو گارینی، اگر تو نباشید تمام همه چی خلاص است. ولی در شب در ببرقی زندگی میکنیم، کار و فعالیت میکنیم و این را میگیم بهشتی روی زمین. ولی این مرغا بگم ما در بهشتی روی زمین میگم خوش به حالتان این مرغا، این مرغ قوه برق دارید. ما انسانیم، ما فرزند انسانیم، ما یک راهبر داریم، خاشای بزیب داره. گفتی زنکایی که ونجی دروازی بود، ونجی بود، گفت
هر جا که میره قاشای تو فسن بلا قاشای زیبا داری، یعنی راه یک بوس بالا بدستی، یک شکم دم بدی، بسیار فسان بدستی، یعنی می نوزیمش، می قدر نوازیشش میکنیم، ولی ما سوید نداریم. دیگه ختم قیاس کنید دوستای عزیز که آیا ارزش همون لسیدن ها و همون نمیدونم دایره نواختن ها را داره این نفر؟ مرغ ها، اگر من مثلا مثال عادی ماشین های آلمانی را مرسدس و بی ام و اودی را قیاس میکردم با تاجیکستان، خب شاید، ولی مسئله قوای برق ما هیچ مانعی نداریم. ما هر سه امکانیت داریم. در همین آلمان راه ها را اگر میری از همون نیروگاه های بادی است که بلند گذاشته شده است، چرخ میزنه، کیلووات ساعت آمده است، کیلووات برق داده است، هزارها و میلیون ها دانه شاید باشه. ما آفتاب داریم، ما آب داریم، ما باد داریم، قوای برق نداریم. برای چی؟ چون مسئول نداریم، چون رهبریت مسئولیت حس نمیکنه. برای میلیون ها و میلیون ها دلاراشونه رفته در بانک های اروپا گذاشته. با طور مثال کی بود رئیس امروزه ناحیه ایسار، شهر ایسار، کیم کی رئیس میگنش، نامش فراموش کردم، قاسم رهبر. خواب بود از خواب خیسته در شاتی بانکیش 9 میلیون دلار گذشته است. تصور کن. ولی ما یک بار خواب نمیریم بخیزیم که همون 9 میلیون دلار آمده است، اگریگات های بزرگ آبی و برقی و آفتابی ساخته است، مردم قوای برق کرده است. هیچ ما نمیبینیم. چون اینا غارت میکنن، میدزدن، بستان سراها دارن، یا که بیرقی بلند، کتابخانه بزرگی داخلش کسی نیست. با طور مثال این عادی ترین چیز نوروزی، عادی ترین چیزی که رحمانوف داره انجام میده نوروزی. یعنی ما نوروزی داریم. این مثال ببینید نشویتان چگونه که در سالهای کووید من به شما مراجعت کرده بودم، از یگان مشکلی ترسیدن ما در کار نیست. ترس خودش مرگ است. ما نمی ترسیم. این مشکلی ها را هم پس سر میکنیم، زحمت میکشیم، وطن ما را آباد میکنیم، صاحبی میکنیم، با کشورهای متمدن جهان برابر میکنیم و آبروی دولت تاجیکان را باز هم در سطح بین المللی برند میبرداریم. این همین وعده های پوچ و بیماری این همین قدر نفر سرگردان میلیون ها سامانی مصرف ده. حالا به نزدیکی کجا میروه؟ پنجکند باستانی، زادگاه یا رودکی و لاریق. این نفر خوب پنجکند میروه. برای پنجکند رفتن داره چیکار را انجام داده ایستاده است. مثال بگذارش مشرفکه 6000 مکتب خان و دانشجویان در پنجکند برای سفر پرزیدنت. این پرزیدنت ما نمیدونم یک ختم تای شد، این نمیدونم این قدر دیگه برای این همه قدر زن و مادر این ملت تحقیر 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 تحقیر. نگاه کن دیگر من نمیفهم که جامعه ما چند سال دیگه پدرای عزیز، فرزندای عزیز، ما بارها گفتم در این باره که ها بچه جمع کنین فرزنداتون، ای برادرها فرزنداتون از در روسیه قدر کار میکنین، بیچاره مبلغ روی میکنین فرزندتون برای تعلیم بگیره، ولی 3 ماه از برای پیرحمانوف میبیا پنجکند 6000 دانشجو و طلبه مکتب مصروف سفر رحمانوف است. و طبیعی است که مرغا قوای برق دارن و ما انسان ها بدون قوای برق در شم بابایی سال 1900 گشنگی زندگی میکنیم. خب